در برخی از نقطه‌های فروش سوزشواری در شمال تاجیکستان یک لیتر سلرکه قریب 13 سومانی و 50 درم نرخ گذاری شد. این در حالی است که تا چند روز پیش این نرخ کمی بیشتر از 12 سومانی بود. فروشندگانش این وضع را به کمچین شدن آن در بازارهای سوخت پیوند می‌دهند. به این ترتیب نرخ فروش سوزشواری دیزلی تقریباً 1 سومانی بالا رفته است، ولی نرخ دیگر نوع سوزشواری بی‌تغییر است. گرانشوی نرخ دیزل اساساً به کار مسافرکش‌ها تأثیر کرد. بغیر از خدا مونده استحصال نیست، هیچی وای که نمیشه. یا دیگه دولت ما باید منه ذکر کنم اگر سرکه منه نرمال شده باشد ما 24 اتوبوس میبرد منه. قبلا فروشندگان قیمت شدن این نوع سوزشواری را به قرب دلار ربط می‌دادند، ولی روزهای اخیر قرب آن پایان رفته مشتریان منتظر ارزانشوی سوخت بودند. با سبب بالا رفتن نرخ مواد سوخت بهار امسال ارزش خدمترسانی نقلیات جمعیتی در مرکز ولایت سوخت هم بالا رفته بود. تاجیکستان محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلرکه می‌گیرند. از چند سال به این طرف مقامات میگویند کارخانه کارکرد نفت در دنغره فعال می شود، ولی آغاز کار آن با سبب‌های گوناگون به درازا می‌کشد. خریداران جهش‌های نرخ را همچنین به مونوپول بودن واردات بستگی می‌دهند. گفته می‌شود مواد سوخت از جانب شرکت‌های وارد کرده می‌شود که به نزدیکان خاندان رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارند. این شرکت‌ها تغییر نرخ را هرگز شرح نمی‌دهند.